آقا این اصفهان و لرستان بلاگر نداره؟ یه بچه توی اصفهان 7 ماه 8 ماه گم شده، بعد شما نقش خیار رو دارین؟ چی کار دارین میکنین؟ عکس این بچه رو پخش کنین دیگه. فقط دنبال پول خوردین؟ فقط میخوای پول بگیرین، پول به جیب بزنین؟ به حضرت عباس حلالتون نمیکنم اگه این کلیپو پخش نکنین. این بچه 7 ماه گم شده، پدرش لرستانیه، از کارش زده، از زندگیش زده، بیچاره شده، خورد شده. این عکس رو ببینین، این عکس برای 7-8 ماه پیشه، قبل از دزدیدن بچهش، قبل از مفقود شدن بچهش. الان نگاش کنین، جان مادرتون نگاش کنین، ببینید چه وضعیتی دچار شده. تنها، خیلی تنها. داخل بوریه بچه دیوانه. دیگه نمیتونم، دیگه کامو بلد باشم. بازم گرفتم تو شهر خرید دارم دنبالش میگردم، هیچ کمکم نمیکنه. نابود میشه، داره خورد میشه از دوری بچهش. 8 ماه زندگی نداره، روزگارش سیاه شده. خواهش میکنم اگه دستتونه این بچه رو برسونین به پدرش. گناه داره، به ابوالفضل گناه داره. مادرتون اگه هست، اگه نیست، شما رو به خاکش قسم میدم این کلیپو پخش کنین. به ابوالفضل فقط برای من شره، این شر رو به جون میخرم، ولی دوباره این پسر به آغوش پدرش برگرد. کمک کنین مردم، کمک کنین.